سلام عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. ممنون، خوشحالیم از دیدار شما و همه عزیزان در 16مین نمایشگاه صنعت مالی، بانک، بورس و بیمه. در خدمت هستم. آقای دکتر، در 16مین نمایشگاه صنعت مالی شما با چه هدفی شرکت کردید و چه دستاوردی رو قراره در این نمایشگاه رونمایی کنید؟ ما هدف و سیاست بیمه کوثر این هست که در نمایشگاه تخصصی مثل همین نمایشگاهی که در تهران الان حضور داریم یا در کیش برپا میشه همیشه بودیم، همچنین در نمایشگاه هایی که مرتبط با صنایع مختلف مثل نمایشگاه حمل و نقل، ساختمان، نفت و پتروشیمی حضور فعال داریم و این نمایشگاه رو فرصتی میدونیم برای ارتباط بدون واسطه با رسانه ها، با مشتریان، با شبکه فروش، با همه عزیزانی که در این صنعت به نوعی نقش ایفا میکنن و در این تعامل میتونیم حتی قرارهای بعدی رو بذاریم و حضورمون باعث میشه که در جهت توسعه بازار فعالیتمون رو بیشتر از قبل پیگیری کنیم. چه دستاورد مهمی امسال دارید برای نمایش؟ سلامت باشید. ما با توجه به شرایط موجود بیشتر روی بیمه های زندگی الان پیگیر هستیم. طرحی رو پارسال استارت زدیم که الحمدلله امسال بالغ بر 1000 میلیارد تومان فروش داشتیم در حوزه بیمه های زندگی. همچنین در هفته های آینده رونمایی از طرح جدیدی داریم با حالا در زمینه فرزندآوری که حتما رونمایی خواهیم کرد و الان شبکه فروشمون در این نمایشگاه در این زمینه پیگیری و آموزش داده میشند. جناب آقای خدادادی، یکی از مقوله‌های مهم در بیمه طبعاً مسئله رضایتمندی مشتری و مردم هست. می‌خواستم ببینم شما در این مسیر تا چه حد گام برداشتید و سوددهی بیمه کوثر چه میزان بوده سال گذشته؟ ما اولویت و از اهداف کلان ما مسئله رضایت مشتریان هست، یعنی توسعه بازار ما بدون رضایت مشتریان محقق نمیشه، ولی این رضایت مشتری فقط در حد شعار نمیتونه باشه و مطمئنا شرکت ها اگر سودآور نباشن، اگر پول نداشته باشن، چون سرویس دهنده تو رشته درمان میبینیم هزاران مراکز درمانی هستن، اگر شرکتی سودده نباشه نمیتونه خوب اونها رو پشتیبانی بکنه و کیفیت خدمات از طریق اونها پایین میاد. بنابراین رضایت رو از طریق همین ابزار سودآوری پیگیری میکنیم. در سال گذشته جزء 3 شرکت برتر صنعت بودیم از لحاظ سودآوری که بالغ بر 2000 میلیارد تومان سود شرکت بیمه کوثر بود که 1300 میلیارد تومان اون بین سهامداران تقسیم شد و خب طبق سیاست و برنامه‌ای که تو این چند سال اخیر داشتیم از محل سود افزایش سرمایه‌هایی رو داشتیم که اونم جزء شرکت‌های برتر توی افزایش درصدی سرمایه بودیم و از 650 میلیارد تومان الان به 3350 میلیارد تومان رسیدیم که مجدد همین ما رو کمک میکنه در افزایش ظرفیت نگهداری ریسک و اون هم انشالله کمک به سودآوری و پایداری کسب و کار ما خواهد کرد. انشالله. براتون آرزوی موفقیت میکنم. جناب آقای دکتر خدادادی، مدیر عامل محترم بیمه کوثر همراه ما بودند.